بعد از تصفیه و تلاشی در ولسوالی ارچی 3 نفر خارجی هایی که از ساحه فرار کرده بودند تحت تعقیب پلیس قرار داشت. در ولسوالی امام صاحب بعد از اطلاع پلیس به دستگیری از او اعزام می شود. در جریان برخورد یک نفرشون که پاکستانی بود خود از بین میبره و 2 نفرش که تابع تاجیکستانی بود به نام عمر و کامل دستگیر است. فعلا تحت توقیفی مقرر است. ما شفاخانه قدمی نمایندان مطبوعات آمدیم شکل زمور بکار ندارم. اگر ببینم کلمه لا میگم.